نیویورک، شهری که هرگز نمیخوابد. اما در آن روز همه چیز تغییر کرد. 11 سپتامبر 2001 ساعت 8:46 صبح، هواپیمای پرواز شماره 11 خطوط هوایی آمریکن ایرلاینز با سرعت سرسام‌آور خود را به طبقات فوقانی برج شمالی مرکز تجارت جهانی می‌کوبد. انفجار عظیم، دود و آتش از آسمان خراش بلند می‌شود. میلیون‌ها نفر با وحشت به تلویزیون‌ها خیره شدند. 17 دقیقه بعد، دومین هواپیما، پرواز 175 یونایتد ایرلاینز، به برج جنوبی اصابت می‌کند. ما مورد حمله قرار گرفته‌ایم. رسانه‌ها فریاد می‌زنند. اما آیا این فقط یک حمله تروریستی ساده بود؟ یا یک توطئه عظیم برای تغییر جهان؟ روایت رسمی یا یک فریب تاریخی؟ دولت آمریکا و رسانه‌ها بلافاصله عامل حملات را مشخص کردند: القاعده و اسامه بن لادن. اما بسیاری از مردم و محققان هنوز معتقدند که حقیقت پشت پرده چیز دیگری است. چه چیزی باعث شد که هزاران نفر باور کنند این حادثه یک نقشه از پیش طراحی شده بود؟ سرنخ‌هایی که همه چیز را تغییر می‌دهند. برج‌های دوقلو چگونه فرو ریختند؟ طبق روایت رسمی، شدت گرمای ناشی از سوخت هواپیماها باعث شد سازه‌های فلزی ساختمان‌ها ذوب شوند. اما چرا برج‌ها درست مثل تخریب‌های مهندسی به صورت عمودی فرو ریختند؟ چرا دانشمندان و مهندسان گزارش دادند که مواد منفجره در ساختار ساختمان‌ها به کار رفته بود؟ ساختمان شماره 7 معمایی حل نشده. یکی از عجیب‌ترین بخش‌های حادثه، سقوط ساختمان شماره 7 مرکز تجارت جهانی بود، ساختمانی که هیچ هواپیمایی به آن برخورد نکرد. این ساختمان ساعت‌ها بعد، درست به صورت کنترل شده و مشابه انفجارهای مهندسی فرو ریخت. آیا این یک نشانه واضح از توطئه نبود؟ چه کسی از این فاجعه سود برد؟ پس از حملات، دولت بوش با استفاده از قانون میهن‌پرستی قدرت بیشتری به نهادهای امنیتی داد. نظارت‌ها افزایش یافت و آزادی‌های فردی محدود شد. جنگ در افغانستان و عراق آغاز شد. شرکت‌های نفتی و نظامی سود هنگفتی به جیب زدند. آیا این حملات تنها یک بهانه برای آغاز جنگ‌های خاورمیانه بود؟ تیوری‌های بزرگی که جهان را شوکه کرد. برخی معتقدند که دولت آمریکا خود این حملات را ترتیب داده تا بهانه‌ای برای جنگ و کنترل داخلی ایجاد کند. مواد منفجره در برج‌ها، تخریب کنترل شده و اطلاعات محرمانه‌ای که هرگز منتشر نشدند، همگی به این نظریه قوت می‌بخشند. دو موساد و سازمان‌های اطلاعاتی خارجی. آیا این حملات بخشی از یک نقشه جهانی بود؟ چرا در روز حادثه تعدادی از عوامل موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، در حال فیلمبرداری و شادی دیده شدند؟ 3 حملات برای توجیه جنگ‌های نفتی. بلافاصله پس از حملات، آمریکا به افغانستان حمله کرد و سپس عراق را هدف گرفت. آیا واقعاً برای مبارزه با تروریسم بود؟ یا برای کنترل منابع نفتی؟ سوال‌هایی که هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند. چرا جنگنده‌های آمریکایی نتوانستند به موقع واکنش نشان دهند؟ چرا گزارش‌های رسمی درباره حملات تناقضات زیادی داشتند؟ چرا بسیاری از شاهدان کلیدی و افشاگران سالها بعد تحت شرایطی مشکوک از دنیا رفتند؟ نتیجه گیری، آیا شما حقیقت را می دانید؟ 11 سپتامبر تنها یک حمله نبود، بلکه یک نقطه عطف در تاریخ جهان بود. از آن روز به بعد، دنیا دیگر هرگز مثل قبل نشد. آیا واقعاً این حملات فقط یک عملیات تروریستی بود؟ یا شاید یک نقشه دقیق برای ایجاد جنگ‌ها، کنترل مردم و تغییر مسیر تاریخ؟ شما چه فکر می‌کنید؟ آیا حقیقت در سایه‌ها پنهان شده است؟ حقیقت را بپذیریم یا همچنان دروغ‌های ساختگی را باور کنیم؟